خب دوستان، رسیدیم به قسمت مدل سازی برنامه‌ریزی آرمانی. عرض کنم خدمتتون که برای اینکه مدل سازی رو یاد بگیریم با یک مثال شروع میکنیم. مثال به این صورت هستش: یک شرکت تولید کننده وسایل الکترونیکی هست که دو نوع ماشین حساب تولید میکنه. یکی ماشین حساب معمولی و دیگری ماشین حساب مهندسی. ساختن هر ماشین حساب مستلزم انجام یک سری عملیات هست که در دو تا کارگاه مختلف A و B انجام میشه. در جدولی که ملاحظه می‌فرمایید زمان استفاده از هر کارگاه در هفته و زمان لازم برای انجام عملیات ساختن هر ماشین حساب در هر کارگاه نشون داده شده. یعنی چی؟ یعنی ببینید توی این جدول گفته شده که ماشین حساب معمولی باید مثلا 1 ساعت رو در کارگاه A صرف بکنه و 1.5 ساعت رو در کارگاه B برای اینکه تولید بشه. در حالی که ماشین حساب مهندسی 2 واحد باید در کارگاه A صرف بکنه، یعنی 2 ساعت و 1.5 ساعت هم در کارگاه B. میدونیم که حد اکثر زمان استفاده از هر کارگاه در هفته 60 ساعته، یعنی کلا کارگاه A رو مثلا ما اجاره کردیم 60 ساعت در هفته، یا اینکه نه اصلا تو کارگاه A چیزای دیگه هم تولید میشه. برای ماشین حساب کلا 60 ساعت در هفته در اختیار ما هست و همچنین کارگاه B اونم همینطور هفته 60 ساعت. حالا میتونست متفاوت باشه، مثلا ممکن بود بگه کارگاه B 50 ساعت در هفته. خب دیگه چی میدونیم؟ دیگه به ما گفتن که سود هر کدوم از این ماشین حسابا هم به این ترتیبه، یعنی هر یه دونه ماشین حساب معمولی 7.5 واحد سود داره، مثلا میشه 7.5 دلار یا 7.5 ریال، تومن، هرچی، و ماشین حساب مهندسی 10 واحد سود داره. اینم از این. خب من اول این مسئله رو بدون در نظر گرفتن آرمان و غیره مدل میکنم. درست مثل همون تکلیفی که داشتین، این مسئله یک مسئله برنامه‌ریزی خطیه، یعنی درست مثل مثالی که برای شیرینی پزی داشتیم، حالا اینجا برای کارگاه تولیدی است. خب تابع هدف ما به این صورت میشه: z برابر با 7.5 ضرب در x1 به اضافه 10 x2 که x1 مقدار یا تعداد تولید ماشین حساب معمولی هست و x2 تعداد تولید ماشین حساب مهندسی. محدودیت هایی که داریم هم این هستش: برای کارگاه A ما کارگاه A رو 60 واحد کلند یا 60 ساعت در هفته داشتیم، در حالی که در واقع ماشین حساب شماره 1 ما 1 ساعت در این کارگاه باید وقت صرف میکرد و ماشین حساب شماره 2 ساعت باید در این کارگاه وقت صرف میکرد. ببینید ماشین حساب معمولی 1 ساعت، ماشین حساب مهندسی 2 ساعت. بنابراین به این ترتیب ما محدودیت کارگاه اول رو می‌نویسیم و تو کارگاه دوم هم هر کدومشون 1.5 ساعت وقت می‌گرفتن. اگه برگردم ببینید که هر کدوم 1.5 ساعت وقت می‌گرفتن. خب و x1 و x2 هم که بزرگتر مساویه با 0 بودن. اگر این مسئله رو حل بکنیم مثلا توی نرم افزار لیندو یا لینگو، اون وقت می‌بینیم که برای این شرکت که دنبال این هستش که متوجه بشه که از هر کدوم از این ماشین حساب ها با توجه به محدودیت کارگاه هایی که داره چند تا تولید کنه تا به بیشترین سود ممکن برسه، جوابش این میشه که از x1 20 تا تولید کنه، از x2 هم 20 تا، و اگر این کارو بکنه سودش یا تا به هدفش میشه 350 واحد. یعنی 350 واحد ماکسیموم سودیه که این شرکت با توجه به شرایط موجود، یعنی با توجه به محدودیتی که تو کارگاهاش داره و همچنین با توجه میزان سودی که هر کدوم از این ماشین حساب‌ها دارن میتونه ببره. در صورتی که مثلا اگر از x2 25 تا تولید کنه، از x1 15 تا یا از x1 10 تا، اون موقع سودش کمتر از 350 تا قطعا میشه. بنابراین جواب مسئله این چیزی هستش که در اینجا ملاحظه میکنید و درک شد. خب این مسئله بدون آرمان بود. چرا؟ به خاطر یه دونه هدف ما بیشتر نداشتیم و اون هدف ماکسیموم کردن سود بودش. حالا بریم ببینیم که کم کم اگر این مسئله رو بخوایم ببریم به سمت برنامه‌ریزی آرمانی،
و چند هدفی کردن به چه صورت میشه. خب در مرحله ابتدایی برای ساخت مدل برنامه‌ریزی آرمانی خب باید متغیرهای تصمیم تعریف بشه و اهداف فرموله بشن و بعد اون شکل خاص یا تابع ریاضی برنامه‌ریزی آرمانی تدوین بشه. کار یعنی تا اینجاش که مشکل خاصی نداره، مثل همون کاری که توی برنامه‌ریزی خطی انجام میده. ولی چیز جدیدی که داره اون عدد سطح تمایل برای تمام اهداف و بعد تبدیل کردن اون سطح تمایل و اهداف به آرمان، یعنی نوشتن معادله آرمان. و بعد از اینکه معادله آرمان رو نوشتیم باید متغیرهای انحراف از آرمان مثبت یا منفی رو بهش اضافه بکنیم. همچنین باید آرمان ها رو اولویت بندی یا رتبه بندیش رو بدونیم، یعنی بدونیم از ابتدای مسئله که مثلا آرمان هزینه نسبت به آرمان کیفیت اولویت بالاتری داره. ممکن هم هست اولویت ها یکسان باشه. و بعد نهایتاً در واقع با توجه به متغیرهای انحراف از آرمان مثبت و منفی و همچنین اولویت ها تابع Z رو بنویسیم که گفتیم تابع Z دیگه تابعی هستش از اون متغیرهای انحراف از آرمان مثبت و منفی. حالا نگران نباشید، میریم همین رو تو مثال میبینیم و اونجا بهتر متوجه میشین، شاید اینجا یکم گنگ باشه. خب توی مثال ما اول یک مدلی رو میسازیم با یک آرمان، یعنی فرض میکنیم الان مسئله ما مسئله‌ایه که توی اون ما یه دونه هدف داریم ولی این هدف ما دارای آرمان هستش، یعنی تصمیم گیرنده مایل هستش که یک سطح عددی، یک سطح تمایلی رو در نظر بگیره و بگه که من دوست دارم هدفم از این سطح تمایل بیشتر باشه یا کمتر باشه و یا مساوی باشه. اگر آرمان رو به این صورت تعریف کنیم بگیم که کسب سودی حداقل معادل 1000 واحد. یعنی چی؟ یعنی آرمان رو به صورت بزرگتر مساوی تعریف کرد، گفت سود بزرگتر مساوی با 1000 باشه که 1000 سطح تمایل هستش. در این صورت ما میتونیم متغیرهای انحراف از آرمان رو به این شکل تعریف کنیم: D1 منفی و D1 مثبت، که D1 منفی میزان عدم دستیابی به آرمان اول که حالا فقط هم یه دونه آرمان داریم هستش و D1 مثبت میزان افزایش سود بیش از 1000 واحد یا همون سطح تمایل هست. بنابراین D1 منفی و D1 مثبت به توضیحاتی که از قبل دادیم تعریف میشه. بعد حالا ما میایم D1 منفی و مثبت رو کلید خورد D1 مثبت و منفی رو در معادله آرمان وارد میکنیم. آرمان چی بود؟ 7.5x که به اضافه 10x2 یعنی همون تابع سود، چون گفته بود کسب سودی حداقل 1000 واحد بزرگتر مساوی با 1000. پس آرمان ما خودش بود 7.5x که به اضافه 10x2 بزرگتر مساوی با 1000. این آرمانمون بود که حالا اینجا نوشته نشده خود آرمان. اما اینجا ما میایم متغیرهای انحراف از آرمان مثبت و منفی رو هم بهش اضافه میکنیم. توضیح دادم همیشه ضریب متغیر انحراف از آرمان منفی مثبت و ضریب متغیر انحراف از آرمان مثبت منفی. اینو معادل میکنیم با سطح تمایل که میشه 1000 بار. خب حالا از اونجایی که شرکت دنبال حد اقل کردن میزان عدم موفقیت در دستیابی به آرمان تعیین شده هست، بنابراین هدف ما در این مسئله میشه مینیمم کردن D1 منفی. یعنی چی؟ این چیزی که گفتیم معنیش چیه؟ معنیش اینه آرمان این بودش که 7.5x1 به اضافه 10x2 یعنی سود بیشتر از 1000 باشه. یعنی چی؟ یعنی تصمیم گیرنده مایله که D1 مثبت مقدار بگیره، مثلا بشه 200 واحد که سود ما بشه 1200 واحد که بیشتر از 1000 بشه. و خب در نتیجه میدونیم که وقتی D1 مثبت مقدار بگیره باید D1 منفی 0 بشه، مقدار نگیره، یعنی مینیمم بشه. پس هدف ما میشه مینیمم کردن D1 منفی. و خب البته محدودیت‌های کارکردی که قبلا داشتیم که همون محدودیت‌های ظرفیت کارگاه بودن، اینا هم سر جای خودشون
همانند قبل باقی میمونن، چون به هر حال همچنان ما این محدودیت ها رو داریم. بنابراین باید در مدل سازیمون لحاظش کنیم. نمیشه که مسئله ما به یه جوابی برسه که طبق اون جواب مثلا ما لازم باشه که 70 ساعت از کارگاه آ استفاده کنیم. نمیشه، اون جواب نشدنی. پس این محدودیت های کارکردی رو هم حتما باید وارد کنیم. و نهایتاً اینکه x1 و x2 که بزرگتر مساوی با 0 بودن و متغیرهای انحراف از آرمان مثبت و منفی رو هم میدونیم که بزرگتر مساوی با 0 هستن. این میشه مدل سازی یک مسئله‌ای که فقط یه دونه آرمان داره. و حالا اینو میتونید ببرید نظیر بکنید با آنچه که در این اسلاید براتون نشون دادم. ببینید محدودیت‌های کارکردی سر جای خودشون هستن. معادله آرمان نوشته میشه با سطح تمایل، منتها اینجا یه دونه داشتیم، مثلا بی آی ما بی 1، آی ما فقط 1 بود، بیشتر نبود. و تو تابع هدف هم باید مینیمم بکنیم. حالا بستگی به آرمان ها، ممکنه توی یه آرمانی که قرار بزرگتر مساوی باشه ما دیگه که منفی رو باید مینیمم بکنیم، آرمانی که به شکل کوچکتر مساوی باشه دیگه که مثبت رو باید مینیمم کنیم، و برای آرمانی که به شکل مساوی باشه باید هم دی مثبت هم دی منفی رو مینیمم بکنیم. و در کنارش اولویتش رو هم باید بنویسیم که حالا این اولویت رو فعلا تو این مثال نداشتیم، چون ما یه دونه آرمان که بیشتر نداشتیم، پس دیگه اولویت مطرح نیست. اما جلوتر میریم مثال پیچیده تری میزنیم که آرمان هم توش هستش. و در انتها هم که همطور که ملاحظه میکنیم هم متغیرهای تصمیم و هم متغیرهای انحراف از آرمان مثبت و منفی بزرگتر مساوی 0 میشن. پس دیدین که این معادله ریاضی که گفتم راحت اینجوری نگاش نکنیم، واقعا وقتی که توی مثال میاد و میخوایم حل کنیم راحته و پیچیدگی خاصی نداره. خب حالا ما در ادامه در اسلایدهای بعد مدلی با چند آرمان و مدلی با آرمان‌های متضاد رو حل می‌کنیم، در واقع مدل سازی می‌کنیم. ولی خب قبل از اینکه به اونها برسیم یه کوچولو باید یه توضیحات دیگه‌ای رو بدیم. ببینید بچه‌ها، این چیزی که ما اینجا نوشتیم اسمش میشه مدل سازی. ما فعلا فقط مدل سازی کردیم اما هنوز حل نکردیم. این الان تقریبا شبیه یه برنامه‌ریزی خطی ساده شد. خب و میشه مثل برنامه‌ریزی خطی ساده حلش کرد. ما در مورد حلش در این درس نمیخوایم یاد بگیریم. همین که فرمولش بتونید بکنید کافیه. اما برای مسائلی که ساده تر باشه عرض کنم که ما میتونیم اون مسئله رو با روش ترسیمی حل بکنیم که من در اسلایدهای بعدی توضیح میدم که چطور میشه مسئله‌ای که مسئله ساده‌ایه و دو تا متغیر بیشتر نداره، متغیرهای اصلی منظورم هست x1 و x2، چطور میشه یه همچین مسئله‌ای رو به شکل ترسیمی حل کرد. خب پس میرسیم به حل ترسیمی مسائل برنامه‌ریزی آرمانی. دقت کنید بچه‌ها، این حل ترسیمی رو ما برای همه مسائل نمیتونیم انجام بدیم. برای مسائلی که ساده‌ن و تعداد متغیراشون کم هستش و در واقع 2 تا باشه، بیشتر از اون رو نمیتونیم ترسیمی حل بکنیم. خب بنابراین مسائل برنامه‌ریزی آرمانی با 2 متغیر تصمیم رو میتونیم مانند مسائل برنامه‌ریزی خطی معمولی به روش ترسیمی حل کنیم. خب ما برنامه‌ریزی خطی معمولی رو هم به روش ترسیمی حل میکنیم، ولی تو این درس دیگه بهش نپرداختیم و شما اینو یاد نگرفتین. هرچند که تو پرانتز میگم حل معمول و متداول مسائل برنامه‌ریزی خطی روش سیمپلکسه که بازم ما اون رو در روش سیمپلکس رو در این درس یاد ندادیم. بعضی از بچه‌هایی که رشتهشون مدیریت بوده یا رشتهشون صنایع بوده یا حتی بچه‌هایی که شاید رشتهشون ریاضی بوده احتمالاً در درسی به اسم پژوهش عملیاتی یا تحقیق در عملیات روش سیمپلکس و نحوه حل برنامه‌ریزی خطی رو یاد گرفتن. اما در هر صورت موضوع درس ما نیست. دوستانی هم که یاد نگرفتن مهم نیست و در این درس ما بهش نمیپردازیم.
حالا همون مسائل رو هم که با روش سیمپلکس حل میکنن، اگر تعداد متغیر 2 تا باشه میشه با روش ترسیمی هم حل کرد. در اینجا و در ادامه من توضیح میدم که چطور میشه این کار رو انجام داد. این توضیح کوچولویی که این پایین هست رو بذارید، بعد برمیگردیم بهتون میگم. خب چی کار باید بکنیم؟ اولا که باید بیایم معادلات آرمان رو بدون توجه به متغیرهای انحراف از آرمان رسم کنیم. یعنی اگر ما این دوتا رو در نظر نگیریم، این معادله که 2 تا متغیر داره در واقع معادله یک خطه و میشه رسمش کرد و همه شما میدونید که رسم خط به چه صورتی انجام میشه. کافیه 2 تا نقطه از خط رو داشته باشیم. خب برای اینکه 2 تا نقطه از خط رو به دست بیاریم خیلی راحت یه بار x2 رو صفر میدیم، x1 رو به دست میاریم. خب یه بار x1 رو صفر میدیم، x2 رو به دست میاریم. 2 تا نقطه از خط به راحتی به دست میاد. اون 2 تا نقطه رو به هم وصل میکنیم، میشه خط مربوطه. توی اون خطی که رسم میکنیم بچه‌ها، روی اون خط قطعا مقدار d1 مثبت و منفی صفره. درسته؟ اما برای اینکه تشخیص بدیم که در بالای خط کدوم یکی از اینها مقدار میگیره و غیر صفر میشه و در نتیجه برعکسش کدوم یکی مقدار میگیره و صفر میشه، باید بررسی کنیم که من توضیح میدم. ببینید الان این خط x1 به اضافه 2x2 مساوی با 40 رو ما رسم کردیم. یعنی یه بار x1 رو دادیم 0، x2 شد 20. پس این نقطه 0 و 20 رو ما اینجا داریم. یه بارم x2 رو دادیم 0، x1 شد 40. پس نقطه 40 و 0 رو هم داریم. این 2 تا نقطه رو به هم وصل میکنیم، میشه این خط. روی این خط 1 و d2 صفره، چون این خط دقیقاً خودش داره میگه دیگه. روی این خط اصلا ما نه خبری از d1 داریم نه d2. پس 1 و d2 روی این خط صفر. اما ما باید متوجه بشیم بچه‌ها، لطفاً این قسمتی که دارم توضیح میدم و خیلی خیلی خوب و با دقت گوش کنید. ما میخوایم متوجه بشیم که در بالای خط کدوم یکی از این 2 تا متغیر d1 مثبت یا d1 منفی مقدار میگیره و در پایین خط کدوم مقدار میگیره. قطعاً در بالا و پایین خط مثلا یکیشون فقط مقدار میگیره. یعنی مثلا اگر بالای خط d1 مثبت مقدار بگیره، قطعاً در پایین خط d1 منفی مقدار میگیره. و مثلا در بالای خط وقتی d1 مثبت مقدار میگیره، قطعاً d1 منفی دیگه اونجا صفره. و وقتی در پایین خط d1 منفی مقدار میگیره، قطعاً دیگه d1 مثبت در اونجا صفر. برای اینکه این تشخیص رو بدیم که در واقع جهت مقدار گرفتن هر کدوم از این دیای مثبت یا منفی به چه صورته، خیلی خوب گوش کنید بچه‌ها، دقت کنید. کاری که انجام میدیم این هست: یک نقطه ای رو چه در این ور خط چه در اون ور خط در نظر میگیریم. خب مثلا شما میتونید این نقطه رو در نظر بگیرید، اینجا میتونید این نقطه، هر نقطه‌ای که دلتون میخواد، مثلا میتونید نقطه 5 و 40 رو در نظر بگیرید. اما برای راحت بودن من خودم همیشه این کار رو انجام میدم، شما هم توصیه میکنم این کار رو انجام بدید. نقطه 0 و 0 رو در نظر بگیریم، یعنی نقطه مبدأ، و 0 و 0 رو بذارید تو معادله آرمان. معادله آرمان چیه؟ همین معادله است، ولی d1 و d مثبت و منفی هم توشه. یعنی بذاریدش توی این معادله. توی مبدأ هم x1 صفر هم x2، به خاطر همین میگم مبدأ، چون این دوتا صفر میشن دیگه شما راحت میشین. حالا میشه d1 منفی منهای d1 مثبت مساوی با 40. درسته؟ برای چه نقطه‌ای؟ برای نقطه مبدأ، یعنی نقطه 0 و 0. خب میدونیم هم که در نقطه مبدأ چون یه طرف خطه، فقط یکی از d1 یا d مثبت یا d منفی مقدار میگیره، هر دوتاش مقدار نمیگیره، یکیش حتما صفر میشه. 2 تا حالت میمونه، یعنی وقتی شما این دو تا صفر بشن 2 تا حالت میمونه: یا d1 منفی مساوی با 40 میشه و d1 مثبت 0 میشه. درسته؟ یا d1 مثبت میشه منفی 40
و دی که منفی 0 میشه. بدیهیه که دی که مثبت نمیتونه بشه منفی، چه یعنی جواب غیر قابل قبوله، چون میدونیم که متغیرهای انحراف از آرمان هر دوشون بزرگتر مساوی با 0. بنابراین تنها جواب قابل قبول دی که منفی مساوی با 40. پس به این نتیجه میرسیم که در نقطه 0 و 0 دی که منفی مقدار گرفته و 40 شده و دی که مثبت 0 شده. بنابراین چون این نقطه در پایین خطه و دی که منفیش مقدار گرفته، به این نتیجه میرسیم که تمام نقاطی که در پایین این خط هستن دارای دی که منفی مثبت هستن یا دی که منفی در پایین خط مقدار میگیره، که به این صورت نشونش میدیم. یه فلشه به سمت پایین خط. دقت کنید چون این نقطه در پایین خط بود و در این نقطه‌ای که در پایین خط بود دی که منفی مقدار گرفت، پس برای تمام نقاطی که در پایین خط هستن دی که منفی مقدار میگیره. اینجوری نشونش میده. شما میتونستید این نقطه بگیرید، میتونستید حتی یه نقطه رو در بالای خط بگیرید، ولی این کار راحت تره، یعنی محاسباتش راحت تره. اوکی، پس تا اینجا متوجه شدیم که چطور معادله آرمان رو رسم بکنیم و چطور متوجه باشیم که در کدوم طرف این معادله کدوم متغیر انحراف از آرمان مثبت یا منفی مقدار میگیره. اگر این قسمت رو متوجه نشدین دوباره استاپ کنین، برگردین، توضیحات منو گوش کنین و بعد ادامه بدیم. خب حالا ما میخوایم در واقع یاد بگیریم که چطور حل کنیم. هنوز مونده، کار داریم. توی این اسلاید یه تمرینی داده برای اینکه در نقاط مختلف شما متوجه بشین که دیگه که مثبت مقدار میگیره یا دیگه که منفی. خب این یه تمرینه، یعنی حل بیشتره. لطفاً تو خونه این ویدیو رو استاپ کنین و حداقل یکی از این نقاط رو چک بکنید. مثلا نقطه عرض کنم که C به مختصات 4 و 4 اینجاست. خب مختصات 4 و 4 رو میذاریم تو معادله آرمان و به این نتیجه میرسیم که دیگه که مثبت میشه 12. در نتیجه چون نقطه C بالای خط هست یه فلش میکشیم به سمت نقطه C و میگیم بالای خط دیگه که مثبت مقدار گرفت. یا مثلا در مورد نقطه D همین کار. من این کار رو برای نقطه 0 و 0 انجام دادم، ولی شما همطوری که گفتم برای هر نقطه میتونید انجام بدین که الان 3-4 مدل نقطه رو اینجا براتون حل کرده و در اختیارتون هست. خب بریم سراغ ادامه کاری که داشتیم انجام میدادیم. اصلاحی میکنم. کاری که ما داشتیم میکردیم این بود بچه‌ها، داشتیم مسئله‌ای که با روش برنامه‌ریزی آرمانی مدلش کرده بودیم و فقط یه دونه آرمان داشت رو با روش ترسیمی حل میکردیم. گفتیم برای اینکه بتونیم با روش ترسیمی حل کنیم اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که باید خط معادله آرمان رو رسم کنیم. اما کار دیگه‌ای که باید انجام بگیره اینه که فضای شدنی مسئله رو هم باید ما متوجه بشیم. یعنی در واقع خط مربوط به محدودیت‌های کارکردی رو هم ما باید رسم کنیم. به این ترتیب ببینید این دوتا خطی که رسم شده مربوط به محدودیت‌های کارکردیه. یعنی شما میخواید فضایی رو در کل مجموعه فضای دو بعدی پیدا بکنید که در اون x1 که به اضافه 2x2 کوچکتر مساوی با 60 بشه. خب و اگه رسم بکنید میبینید که این خط میشه. این خط میشه. خب بنابراین زیر این خط، یعنی حتی این قسمتی هم که الان مثلث سفید افتاده، زیر این خط ببینید این خط، زیر این خط تمام نقاطی هستن که در اونها
x1 به اضافه 2x2 کوچکتر مساوی با 60. بازم دیگه رسم کردن این خط راحته، چون میدونید این برای رسم کردن خط باید دو نقطه‌شو داشته باشین. یعنی باز یه بار x1 رو صفر میدین x2 رو به دست میارین، یه بار x2 رو صفر میدین x1 رو به دست میارین، بعد اون دو تا خط و نقطه رو به هم وصل میکنین. همچنین این یکی رو هم باید رسم کنیم، یعنی خط 1.5 x1 به اضافه 1.5 x2. خب یه بار x1 رو صفر میدیم x2 به دست میاد میشه c و همطور برعکس دوتاش میشه c و به این خط میرسیم. تمام نقاطی که زیر این خط هستن، ببینید تمام این نقاط، یعنی زیر این خط هر چی نقطه هست، حتی این فضایی که اینجا سفید شده، نقاطی هستن که در اونها 1.5 x که به اضافه 1.5 x2 کوچکتر مساوی با 60. چون ما هر دوتای این محدودیت ها رو داریم، باید نقاطی رو در نظر بگیریم که در هر دوی این محدودیت ها بگنجه، چون اینا محدودیت های کارکردی ما هستن که نقاطی که مجموع نقاطی که در هر دوی این دو محدودیت ها بگنجن میشه این فضا، یعنی فصل اشتراک زیر این خط و این یکی خط میشه این نقطه. یعنی چی؟ یعنی فضای جواب ما این نقطه است، یعنی جواب مسئله یه نقطه در این فضا، حالا یا اینه یا اینه یا اینه یا اینه، کل نقطه اینجا هستش. خب پس ما باید در این فضا به دنبال جواب باشیم. اگر جواب رو بخوایم اینجا بگیریم نمیشه، یعنی جواب مسئله ما هیچ وقت 80 و 0 نمیشه. چرا؟ چون این 80 و 0 اصلا در اون ظرفیت کارگاه های ما نمی گنجه، پس هیچ وقت جواب شدن نیست. چرا؟ اگر ما ظرفیت کارگاه ها رو بیشتر کنیم، از 60 برسونیم مثلا فرض کنیم به 200، اون موقع این نقطه هم میاد جزو جواب های شدنی قرار میگیره، ولی در حال حاضر این نقطه جزو فضای جواب یا جواب های شدنی ما نیستش. خب حالا اینو داشته باشیم، این شد فضای جواب ما. از این طرف هم معادله آرمان رو داریم. خب حالا الان فرض کنید آرمان در واقع به این صورت بود دیگه، نه خط 7.5 که به اضافه 10x2 مساوی با 1000 و ما متوجه شده بودیم که زیر این خط دیگه که منفی مقدار میگیره و دیگه که مثبت هم بالای خط مقدار میگیره، درسته طبق توضیحی که داریم. حالا هدف مسئله چی بود؟ مینیمم کردن دیگه که منفی. مینیمم کردن دیگه که منفی یعنی دیگه که منفی صفر بشه. دیگه که منفی کجا صفر میشه؟ روی خط و بالای خط. پس یعنی آرمانی که تصمیم گیرنده داره به ما داره میگه که این خط هر چی بیاد بالاتر، تصمیم گیرنده بیشتر به آرمانش میرسه. پس ما این خط رو دلمون میخواد از این چیزی که هست ببریم به سمت بالاتر. اگر فضای جواب ما اینجا بود، خب قطعا ما اینو تا میشد میبردیم بالا تا جایی که راه داشت، یعنی مثلا تا اینجا میبردیم تا جایی که دیگه از فضای جواب بخوایم خارج بشیم و بعد یه نقطه‌ای رو اونجا پیدا میکردیم که هم آرمانمون در بالاترین شکل ممکن بود و هم جواب شدنی. اما اتفاقی که در این مسئله افتاده اینه که فضای جواب این پایینه، بنابراین من نمیتونم این خط رو به سمت بالا برم، چون این بالا اصلا جواب شدنی وجود نداره. پس علی‌رغم این که ببینید این از اون آرماناییه که تصمیم گیرنده به آرمانش نمیرسه، یعنی آرمان محقق نمیشه، اما در بهترین حالتی که میتونه باشه ما باید جواب به دست بیاریم. علی‌رغم این که میخوایم دیگه که منفی مینیمم بشه و باید خط رو ببریم بالا، مجبوریم بیاریم پایین. ولی این کار رو تا جایی که مجبوریم انجام بدیم، یعنی به محض اینکه به اولین نقطه‌ای که میتونه یک جواب شدنی باشه رسیدیم، باید استاپ کنیم و دیگه خط آرمان رو بیشتر از اون پایین نیاریم. اگر من این خط رو حرکت بدم بیارم، اولین نقطه‌ای که بهش میخوره نقطه B هست، بنابراین نقطه B میشه جواب این مسئله و این مدل آرمانی. منتها میدونم که آرمانم کامل محقق نمیشه، اما بهترین حالت یا نزدیکترین جواب به آرمان همین نقطه B هستش. پس جواب مسئله میشه نقطه B.
خب اینم همه توضیحاتی که در مورد خط آرمان و فضای جواب دادم، همشو گفتم. فقط توضیحات کتابی رو گذاشتم که باز داشته باشید. و اینجا هم توضیح دادیم که نهایتا نقطه B میشه جواب به عنوان جواب نهایی. و حالا اگر در این نقطه B که مختصاتش هم اتفاقا 20 و 20 هستش، برای اینکه مختصاتش رو به دست بیاریم باز میشه یه دستگاه معادلات که تلاقی دوتا خط هستش و میتونید مختصات رو به دست بیارید که میشه 20 و 20. این هم باز چیزیه که قبلا خوندیم تو ریاضی میدونیم. و حالا اگر این 20 و 20 رو بذاریم تو معادله آرمان، معادله آرمان این بودش، میبینیم که مقدار دیگه که منفی میشه 650 تا و دیگه که مثبت میشه 0. یعنی ما 650 تا از آرمانمون کمتریم، در صورتی که تصمیم گیرنده دلش میخواست از آرمان تازه از اون سطح عددی 1000 بیشتر هم تازه باشه. ولی خب شرایط مسئله و محدودیت های مسئله به گونه‌ای بودش که این امکان وجود نداشت. حالا با این جواب 20 و 20 اگر 20 و 20 رو بذاریم توی معادله سود، یعنی 7.5 ضرب در 20 به اضافه 10 ضرب در 20، در اون صورت به عدد 350 میرسیم که مقدار سودی هستش که تصمیم گیرنده میتونه بهش برسه. خب حالا ببینم این نکته که گفتم و میتونم براتون. بله این نکته که اینجا باقی مون ببینید بچه‌ها، اگر که این مسئله یک مسئله برنامه‌ریزی خطی بود و آرمان نداشت و ما میخواستیم با روش ترسیمی حلش کنیم، در اون صورت یک اثبات ریاضی وجود داره برای مسائل برنامه‌ریزی خطی که اون اثبات ریاضی رو ما الان بهش نمیپردازیم، ولی شما فقط بپذیریدش که یک اثبات ریاضی وجود داره که میگه که نقطه بهینه یا جواب مسئله یکی از نقاط گوشه‌ای در فضای جوابه. یعنی جواب مسئله یا 0 و 0 یا نقطه آ یا نقطه B یا نقطه C. هیچ وقت جواب بهینه یک مسئله برنامه‌ریزی خطی مثلا این نقطه 20 و 20 که در وسط قرار میگیره اگه نمیشه، مثلا نقطه 10 و 10 هیچ وقت نمیشه، درسته، نقطه C و مثلا 5 هیچ وقت نمیشه. این یه اثبات ریاضی داره. پس یه بار دیگه میگم این نتیجه این هستش که در مسائل برنامه‌ریزی خطی جواب بهینه فقط میتواند از بین نقاط گوشه‌ای باشد. این یه اثبات داره. و اتفاقا اون روش سیمپلکسی هم که عرض کردم برای حل مسائل برنامه‌ریزی خطی به کار میره، از همین نکته استفاده میکنه و فقط جوابهای گوشه‌ای رو چک میکنه. به خاطر همینه که سریع میتونه به جواب برسه. وگرنه که به دست آوردن جواب بهینه از بین این همه نقطه‌ای که در این فضا قرار گرفتن کار بسیار زمانبریه. حالا این چیزی نیست. مثلا فرض کنید اگر این فضای جواب میتونست خیلی بیشتر و بزرگتر از این باشه، مثلا تا 1 میلیون در 1 میلیون هم بره، خب چقدر تعداد نقاطی که باید چک میشد میتونه زیاد باشه. اما همین که این اثبات ریاضی وجود داره که نقاط گوشه‌ای میتونن جواب بهینه باشن، این باعث شده که حل ریاضی این مسئله ساده بشه. حالا ما کاری نداریم، فقط خواستم اینو توضیح بدم. منتها تفاوت برنامه‌ریزی آرمانی با اون، یعنی حل ترسیمی برنامه‌ریزی آرمانی با حل ترسیمی برنامه‌ریزی خطی معمولی، این هستش که تو برنامه‌ریزی خطی معمولی ما به دنبال یافتن یه نقطه گوشه هستیم که ما رو به تابع هدفمون، هم از این که تابع هدفمون حداقل باشه یا حد اکثر، برسونه. در صورتی که ما در برنامه‌ریزی آرمانی به دنبال یافتن نقطه‌ای هستیم که مجموعه‌ای از آرمان‌های مختلف رو و حتی بعضاً آرمان‌های متضاد رو با توجه به اولویتشون به بهترین شکل ممکن بتونه برآورده کنه و البته که اون نقطه باید نقطه‌ای باشه که در فضای جواب قرار میگیره. حالا باز این رو در مثال بعدی که میخوام یه مسئله‌ای رو بگم که چند تا آرمان داره بیشتر متوجهش خواهید شد. فعلا ما یه مدل ساده رو حل کردیم که فقط یه دونه آرمان داشت. خب
دوستان من تا همینجا ویدیو رو سیو میکنم و ادامه درس رو در ویدیوی دیگری براتون ضبط میکنم. توی کلاس های حضوری هم گاهی وقتا ما به خاطر اینکه بحث طولانی میشه مجبور میشیم که برنامه‌ریزی آرمانی رو تا 1.5 الی 2 جلسه هم ادامه بدیم. ولی در هر صورت من الان اینجا فکر میکنم که میشه. ببینم چند تا اسلاید دیگه مونده. بله من حالا ادامهش رو براتون ضبط کنم و میگذارم. بابت تأخیری هم که در ضبط این جلسه پیش اومد عذرخواهی میکنم، برای اینکه من از هفته پیش مقدار دچار کسالت شدم و نتونستم در اون زمانی که باید ضبط رو انجام بدم. خیلی ممنون از توجهتون. لطفاً ادامه درس برنامه‌ریزی آرمانی رو در ویدئوی بعد ملاحظه بفرمایید.